اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. معاون سازمان جهانی غذا در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء گفت در گذشته فساد و جنگ مشکلی اصلی افغانستان بود، اما اکنون وجود ندارد. خوشبختانه مواد مخدر کاهش یافته است و ما متعهد به ادامه کمک‌های خویش هستیم. سرپرست وزارت معادن و پترولیم شیخ شهاب الدین دلاور در دیدار با معاون کمپانی MCC و هیئت همراهشان گفت وزارت معادن و پترولیم بر اساس قرارداد این پروژه تمام مسئولیت‌های خویش را انجام داده است و شرکت قراردادی نباید کار عملی این پروژه را به تأخیر اندازد. وزارت صنعت و تجارت میگوید در 5 ماه گذشته 2000 تن جلغوزه به ارزش 23 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. به گفته این وزارت بیشتر این صادرات به کشورهای چین، پاکستان، هند، ایتالیا، امارات متحده عربی و آمریکا صورت گرفته است. حجاج افغان در عربستان سعودی از ارائه خدمات صحی ابراز خرسندی کرده و میگویند امارت اسلامی تمام امکانات صحی را برایشان فراهم کرده است. آقای سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید تعامل با نظام حاکم امارت اسلامی در افغانستان ضرورت مشترک جامعه جهانی و امارت اسلامی است. وزارت امور داخله میگوید 50 تن از منصوبین امنیتی کندک اطرافی میدان هوایی کابل پس از 40 روز آموزش نظامی، عقیدتی و فکری از معسکر نظامی صلاح الدین ایوبی رحمه الله فارغ شدند. شاروالی کابل میگوید کار ساخت یک سرک در ناحیه 12 ادامه دارد. در ولایت فرات در مرکز صحی کوچک با حمایت مالی UNFPA با هزینه 29 میلیون افغانی ساخته می شود.